سلام به شما دوستان عزیزم، خوش اومدیم به یک ولاگ جدید. من و مامان و شادی حوصله‌مون سر رفته بود، یا گفتیم پاشیم بریم یه دوری بزنیم. شبم قراره برم پیش راضیه، شب خونه اونا. نمیدونم چه برنامه‌ای داره. امروز هی بهم پیام داد، گفت امشب بیا اون خونمون، من تنها دیگه. گفتم پس یه ولاگم بگیرم، نمیدونم قراره بذارمش یا نه. اینم از شادی و مامان. هوا امروز خیلی خوبه. بله عالی عالی. بله میخوای به شما میکروفون بدم؟ اینو میخواستم بگم، من الان یک ماهی میشه میکروفون گرفتم اینا. بعد اصلا تستش نکرده بودم، یکی دو بار تست کردم اصلا خوب نشد. اون ولاگی که گذاشته بودم یه بار 1 ساعت نشستم صحبت کردم برای لاغری و اینا، اصلا با اون میکروفونه بود، مجبور شدم ولاگر پاک کنم، چون خیلی هاتون کامنت گذاشتین که صدا بد بوده. مثلا یه سری گفتین که با هدفون گوش میدین صدا از یه طرف پخش میشه و اینا. گفتم که دیگه فعلا پاکش کنم اون ویدیو رو. بعد حالا شاید من تنظیماتشو بلد نیستم، چون میکروفون خیلی خوبیه، خیلی ازش استفاده میکنن. حالا اگه باز شما تنظیمات اینو بلدین برام تو کامنت ها بنویسین ببینم چه جوریه، اگه کامل این میکروفون رو میشناسین. من خیلی نتونستم باش ارتباط بگیرم فعلا، گفتم الان باش تستش کنم ببینم چه جوریه دیگه. آره روده وایرلس گو، خیلی میکروفون خوبیه. من با ماماینا رفتیم خونه، وسیله‌هامو برداشتم، بعد دیگه اومدم خونه دوستم راضیه که دیگه همه میشناسینش. بعد به من گفتش که پایین یه کلید میندازم در رو از پایین قفل کن. دیدم طول کشید دیگه، من در رو قفل کردم، اومدم بالا یهو دیدم کیک دستشه و اینا، نگو میخواد منو سورپرایز کنه. تولدم بود، الان خیلی یه هفته از تولدم گذشته، ولی خب وقت نشده بود با هم دیگه اینجوری دوتایی تولد بگیریم. یهو الان دیدم من سورپرایز کرد. احساساتی شدم، اصلا شوکه شدم. دستت درد نکنه، مرسی. ماچت کنم. آخه میدونی چی بود؟ من دقیقا یه فیلم گرفتم، حالا بعدا میدم خودت بذار. همیشه چون اولین نفر مثلا سورپرایز میکردن گفتم مثلا زایه است، مثلا میفهمه. گفتم مثلا فکر کنم مثلا بی‌اهمیتم نسبت بهش، مثلا یادم. آره واقعا امسال اصلا فکر نمی‌کردم، چون روز تولدم راضیه بنده خدا اومد زحمت کشید ازم عکس و اینا گرفت، فکر نمی‌کردم بخواد دوباره سورپرایزم کنه. واقعا اصلا فکر نمی‌کردم. داخل فیلمت هم بهت گفتم اینطوری کردم که فکر کنی بی‌اهمیتم نسبت. دست در نکنه، بفرست برام میذارمش. مرسی. فکر نمی‌کردم واقعا این ولاگمو بخوام بذارم. همینجوری غروب اومدم میکروفون. من برای فیلم گرفتم اتفاقا. آره برای فیلم گرفتم، گفتم باورم نمیشه. خب بذار از اینا بگم این کیک خریده برام. ملینا کلید رو انداختم اونجا، در قفل می‌کنی. تولد دوباره. من دارم میگم تولد دوباره. وای قلبم گرفتم. قلبم وایساد. ماما روشن که خاموش تو را بگیره دارم. دیدم سرم پا به خودش دربار گرفته جنگی. اداره بغلت. دست سر نکنه. هرچی تونتون رفتم قبل مغازه رفتم کیک بگیرم. بعد 3-4 تا دونه کیک مونده بود. بعد این یه پسر از کافی شاپیه برای آواز است و اینا. بعد اونم قبل من رسید، به فاصله 2 قدم. نکنه همون رو انتخاب کرد که من دوش گفتم یه کیک شکلاتی کوچولو اونجاست، گفتم آخه چون مثلا اینو میگیرم ما شکلاتی یه رفت اونو برداشت. اون اولین نفر گفت، یعنی اون که گفت من گفتش که میشه کیک بدید، بعد فکر که با کیک بغلیشه مثلا. وای رود سر اینجوری شد. شما اینو می‌خواید بردارید؟ گفت آره تولد خواهرزاده‌ام مثلا می‌خوام کیک کوچیک. گفتم وای من اینو می‌خواستم بردارم و اینا. گفت تولد خواهرزاده‌ام مثلا چون کوچولو بود کوچولو می‌خواست بگیره. و یکی صورتی بود پروانه داشت. دیگه اصلا زیاد چیزی دیگه نبرد. عیب نداره، این صورتی پروانه نر برده. اینم خوشگله. بعد اون رفت و اینا با خانم گفتم که بس این کیک صورتی.
این سفارشی عزیزم. وای بعد همه کیکاش مثلا خیلی مثلا بد بود، مثلا قیافه‌شون 4-5 تا دیگه بیشتر نمونده. میدونم چی میگی، مثل همون شب تو رودسر برای ما این بلا اومد. مطمئنی دیگه شب کیک نمیزنی، یه کیکی مثلا بذاری من دوباره اصلا آخر وقت بیام مثلا ازتون بگیرم و اینا. گفت نه همین 4 تاست دیگه، اصلا بقیه میره فردا صبح دیگه. بین اونا مثلا دیگه بهترینش دیگه همین بقیه مثلا زرد و سبز. نه بابا بهتر دیگه تون هم دیگه گرفتم اومدم اینا گذاشتم. مرسی عالی شد، خیلی عالی، مرسی، دستت درد نکنه. تا باشه از این رفیقا کیف کنیم. خب بیا الان با هم دیگه فوتش کنیم. تولدت مبارک مبارک مبارک، تولدت مبارک. خب اول آرزو کنم. 1 2 3 من تازم نمیتازه شدم. دست شما هم درد نکنه، مرسی از من فقط شما بردم. من تو بلاگم گفتم من راضی جز اون روزی که اومد عکس بگیریم هیچ روزی با هم نبودیم، ولی الان یادم اومد که تو رودسر با هم بودیم. من اشتباهی اون لحظه گفتم جز اون روز دیگه اصلا با هم نبودیم. نبودیم. الان شد 3 بار که من راضی با هم تولد گرفتیم. راست میگاره. فکر کنم برای راضی باید 7 بار تولد بگیرم تا جبران شم. اون همچین دوستای بریز و بپاشگانی هستیم. هر سال همینجوری. هر سال 3 بار 7-8 بار با هم تولد میگیم. پشت تولدم چیکار کردی؟ تو اومدی کافه. سورپرایزت کردم. آره گول زده بودم. اینقدر خسته بودم. صبحی داشتم ناراحت. من رفتم گل بگیرم. بعد تو از اون خیابونه رد شدی می‌خواستی بریم بخری. بعد من اینو چی دویدم اون که مثلا من مرور داشتم. چیه راضیه؟ وای منتظر اصلا نمیگم حالا، ولی فعلا حالا همین بگی واردش کنم. اینه. وای دست در نکنه. مرسی. من آخه میدونی چی شد؟ رنگش چقدر خوبه. آره خیلی خوشگله. میدونی چرا؟ چون من چند وقتش با مامانم رفتم رشت ها. بعد از این کیفا بالاخره دیدم گفتم بگیرم، راضی معلوم نیست که میام. بعد گرفتم کرمی خریدم. خب بعد کفش کرمی خوب پیدا نکردم. بعد دوباره گرفتم مثلا اونجوری کفش کرمی پیدا نکردم. همش تو فکر این بودم که کاش کیفم این رنگی بود، مثلا حداقل با کفشی که دارم خیلی وقت اومده اصلا قبل اول تیر اومده. خب نمیتونستم بهتر بدم به خاطر همون که الان نگرش داشتم تولدم. دست درد نکنه راضیه. بذار باز کنم ببینیم. من بعد گفتم کاش کیفم سفید بود حداقل کرمی نبود با اون کفشی که دارم بیاد. بعد گفتم بهش نه خودم خیلی خوشم اومد. قرار بود یا برای کفشی که دارم کیف اون رنگی بگیرم یا برای اون کیفه یه کفش اون رنگی بگیرم، چون الانم پوشیدم. نه دیگه الان یه کفش دیگه پوشیدم. الان این کیفه که با خودم آوردم اینا خوش از تیره است. اصلا این خیلی فرق میکنه دیگه. دست در کنه با کفش سفیدم میتونم بپوشم. این چه کیف اینا اصلا الان خیلی مد شده. خیلی خوشگله. دست در نکنه. حال کنیم. از این دوستا کجای دنیا میتونیم پیدا کنیم؟ بس پیدا نکنم. خوبه بابا. دست در نکنه. مرسی. دیگه اینجا گذاشته بودم. خیلی خوشحالم. من آخه به راضی گفته بودم که از این کیفا دوست دارم، ولی رفتم چند روز با مامان رفت بودم رشت مثلا اینو خریدم. بعد اینم آره، ولی آره خیلی فرق میکنه خدا رو شکر. آره هم رنگ نیست اصلا. مگر نه خیلی ناراحت افسردگی میگرفتم. نه خیلی خوب شد. چون کفشم خیلی وقت گرفتم مثلا سفیده. قبل مثلا تیر بود. ولی خب نشون دادی گفتی میدونم. دو روز بعد اون همون رسید اصلا کلا. من سفارش دادم فقط می‌خواستم مطمئن شم همون رنگه. این ویدیویی که می‌بینین برای فردا شبشه. من خیلی اون روز مشغول بودم. بعد یهو به خودم اومدم دیدم داداشم داره برای اهل خونه شام درست میکنه. یه همبرگر دستی خوشمزه با قارچ و پنیر.
اینجا داره قارچ و پنیرش آماده میکنه. ببخشید اگه صدای سرد رو داره میاد، کنارم نشسته خیلی شیطونی میکنه. آره اینجا محمد دیگه داشت مراحل آخرش رو انجام میداد که ساندویچ‌ها رو آماده کنه. منم که رژیم بودم فقط از زیباییش لذت بردم. پریشب تا دم صبح ما خونه رازی اینا همش بیدار بودیم، با همدیگه نشستیم تو یوتیوب فیلم و اینا نگاه کردیم. بعد خیلی هی حرف زدیم، هی چیز کردیم، یهو ساعت رو نگاه کردیم دیدیم وای ساعت شده 4 صبح. بعد صبحش هم پاشدیم رفتیم دویدیم. من دیگه اومدم خونه، به تمام کارهای رسیدم، یعنی کلی ولاگای آماده داشتم که باید می‌نشستم ادیتشون میکردم، آپلودشون میکردم. بعد کامنت ها رو خیلی ها رو جواب ندادم، هنوز یه سری از اونا رو جواب دادم. کلا دیروزم اینجوری رفت، یعنی دیروز همش تو خونه مشغول این کارا بودم و خاطر همین ویدیو نگرفتم. بعد این چند وقت اخیر 1-2 هفته من از حالت رژیم کلا در اومده بودم. نه که غذا زیاد بخورم و اینا، ولی خب به هر حال چون مناسبت ها بود و اینا، حلوا درست کن، نمیدونم شله زرد درست کن، به خاطر ویدیوهای مجبور بودم چیزای مختلفم درست کردیم. من نتونستم اونجوری که باید وزن کم کنم، فقط وزنم استوب کرده بود. بعد دیگه تصمیم گرفتم امروز دوباره شروع کنم. از صبح پا شدم، رژیمم رعایت کردم تا الان خدا رو شکر. بعد دیگه پا شدم یه دوش گرفتم. الانم کارگر داریم تو حیاطمون داره کار انجام میده، اصلا یه خونمون شلوغ پلوغ و بربشی میگن. آره از ایناست دیگه. رفتم همون اومدم گفتم که چیز کنم، بیام یه مقدار هم پیانو تمرین کنم، همین که برم وعده های امروزم رو آماده کنم، مثلا ناهارم رو آماده کنم چون خیلی گرسنمه، همین که واسه عصرونم یه چیزی درست کنم چون من دیگه ساعت 7:30 اینا قراره برم داخل فست، چون که یه چند روز استوب داشتم، میخوام استوب از بین بره و وارد فست بشم. با من همراه باشیم ببینیم امروز چیکارا میکنم. غروبم قراره با دوستام، با راضیه امیری بریم بیرون. خلاصه به خاطر اینکه میخوام برم داخل فست، من غروب قراره با دوستام برم بیرون و وعده شامم رو باید زودتر بخورم، مثلا ساعت 7:30 اینا بخورم که از 8 میخوام وارد فست بشم. برای همین وعده غروبم رو باید الان داخل خونه درست کنم، با خودم داشته باشم که اگه یه وقت من بیرون کارم طول کشید دیگه غذام آماده باشه، یه دقیقه بخورمش که دیگه بعدش وارد فست میشم گرسنه نمونم. این از این، همراه باشین با من. فکر میکنم منو زیاد توی این شرایط ندیده باشین، شاید هم اولین بار باشه، ولی ما دیگه با هم از این حرفا نداریم، بهتره که با هم دیگه راحت باشیم. ببین یه اتفاقی افتاد برام پریشب. من نشسته بودم، انقدر فکرم مشغول بود، یعنی کلا داشتم نمیدونم به چی فکر میکردم، مثلا درگیر چی بودم، هی اینجوری کردم. بعد پوست من کلا خیلی نازک و حساسه، هی اینجوری کردم، بعد پوستم چربه، هی اینجوری ساویدم. بعد به خیال اینکه پاشم برم صورتمو پاک کنم و بشورم، اینجوری که کردم اومدم جلو آینه، یهو دیدم من اون چیزایی که میومد زیر دستم پوستم بوده، یعنی من پوست خودم رو کندم. انقدر پوستم نازکه، من هی اینجوری کرده بودم پوستم یه جوری مثلا فکر کنین لوله میشد زیر دستم، انگار که مثلا نمیدونم چجوری بهتون میگم، انگار مثلا چربی از رو پوستم بلند شده. اصلا تعجب کردم، الان جاش مونده، اینجام زخم شده، قرمز شده، چون پوستمو کندم. واقعا پوستمو کندم، نمیدونم چرا. خب یه چیزی که من چند وقت پیش یه بلاگی گذاشتم که ابروامو رفتم ریموو کردم اگه یادتون باشه. بعد همتون گفتین که مثلا از نتیجهش بذار و اینا ببینیم چی میشه. بچه‌ها من قبلا ابروهام خب توش میکرو داشت. خب ببینید، بذار اینجا ببینم بهتون نشون بدم، نگاه کن اینجاها میکرو داشت، یعنی کلا تتو بود. بعد دوست نداشتم که دیگه اون باشه، دوست داشتم به حالت عادی برگرده. الان این کاملا ابروی خودمه، اصلا حالا آرایش میکنم ممکنه مثلا
یه مقدار حالا مثلا توشو پر کنم اینا، ولی ابروهای خودم کامل این. بعد یه سری تو مثلا خیلی پرسیده بودین که نتیجه میکرو چی شد و اینا. من کاملا الان میکروم کمرنگ شد. تو یه جلسه دیگه باید برم ببینین اینجاش اینجوری شده. نمیدونم مشخصه یا نه، این حاله معلومه. من دوست دارم که اینم از بین بره، به خاطر همین الان پیام دادم به دختر، گفتم یه جلسه دیگه برم. خیلی خوب بود، از مثل این که از لیزر و اینا خیلی بهتره. نمیدونم، من که راضی بودم. حالا درسته من حساسیت دادم بهش، ولی من واقعا راضی بودم کامل. خیلی واقعا اون حجم از میکرو از بین رفت و فقط همینقدر مونده. الان کامل ابروهای خودمه، اصلا حال میکنم باهاش دیگه. اینجاها هم ببینی هنوز میکروهاش مونده، اونم اوکی میشه. یه جلسه دیگه برم کامل اینا همه از بین میره، ابروهای خودم میمونه. خدا رو شکر. اصلا دیگه دوست ندارم کاری با خودم بکنم. بریم یه نوشیدنی بزنیم، ناهارمو آماده کنم، وعده شاممو آماده کنم، پیانو هم تمرین کنم، بعد غروب بریم بیرون. روشن‌آب قرمز رو همیشه مثلا میزنم، بعد پاکش میکنم. انقدر رنگشو این رنگی رو دوست دارم، اونجوری صورتی دوست ندارم. خب اینو میذاریم اینجا. خب اینجوری کامل میبندیم. آخه واقعا حس زندگی میده. انقدر این چند روز اینجا هوا گرم بود، چند روز چه عرض کنم، از اواخر مرداد خیلی گرم شده. خب حولم هم بستم، بریم. من همیشه مرغ مواد زده دارم، به خاطر اینکه کلا مرغو که میگیرم برای رژیمم مرینیتش میکنم قشنگ، بعد تقسیم بندی میکنم، وزن میکنم، 100 گرم اینجوری جدا میذارم تو فریزر. خب الان به خاطر اینکه هم میخوام وعده عصرمو بذارم، چون دیگه وقت نیست حالا 2 جور غذا درست کنم، وعده عصرمو هم ناهارمو 2 تا تیکه‌شو میذارم بپزه. الان میذارم مایکروویو فعلا یخش باز شه. این غذای منه که میبینین. من مرغامو چیدم، از مایکروویو درآوردم، وقتی یخزدایی شد چیدم تو این، بعد بهش یه ذره اسپری روغن زیتون زدم. الان دیگه میخوام بذارم توش روشنش کنم. نه همون. خب من همه کارامو کردم دیگه. الان با دوستام داریم میریم، بچه‌ها سوپرمارکت وایسن دارن خرید میکنن که بعدش دیگه بریم یه جا بشینیم تو طبیعت و لذت ببریم. خیلی باده، نمیدونم بتونم اونجا با صدا براتون فیلم بگیرم یا نه. راضیه در حال خریده، داره وسیله میگیره، آب و اینا. چون خیلی نزدیک بود مسیرمون و اینکه هیچ برنامه‌ای واقعا نداشتیم، هممون نفر یه فلکس چای برداشتیم، چون ما خیلی چای میخوریم. بعد دیگه فقط گفتیم یه ذره از بیرون خوراکی بگیریم. منم که وعده غذاییمو برداشتم، در بازه وعده غذاییمو برداشتم، فقط همون بچه‌ها گفتن یه ذره خوراکی و تخمه بیشتر میخورن. اون دقیقا همینطور. بیا اینجا مامان. اسمش چیه؟ بنی. بنی. راضیه رو بشناسیم. بیا. سلام. خوش میگذره بهت؟ خوش میگذره. بله. بساط کردیم اینجا. دلتون بخواد چای خوردیم. هیچی نداشتیم بخوریم. سفره فقیرانه، 3 تا فلاکس چای،
لیوان، حلوا، بیسکویت. اینم راضیه. قیافه من نگاه کن چقدر در به داغونه. جاتون خالی واقعا. بچه ها دارن با این هاپوه بازی میکنن. میخواد امیر رو بخوره. خیلی خوب شد اومدیم بیرون ها. آره عالی. خنک یه ذرم شی میزنه. اینا نمیدونن شی چیه. نم بارون میزنه. آره. ما دیگه تاریک شد برگشتیم. بعد الان بچه هم رفتن خونه. منم دیگه راضیه برسونم میرم خونه. شب دوباره قراره همه بریم خونه راضیه اینا چون مامانش نیست تنهاست. دیگه با بچه ها میریم اونجا.